اوی تو چیکار کردی؟ چرا تریزه رو شکستی؟ اوی مگر از جان سر شدی؟ نگریز اینجا بیا ایستا میگویم ایستا نگریز اینجا بیا نگریز گفتم ایستا 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 حاضر دستگیر میکنم ایستا نگریز میگویم نگریز نگریز میگویم نگریز در کجایی؟ برو برا مادر گریز نماندم نان و شیر خوردن میخوام قربانی شما شوم شیرین نگویم نان نیست بچه‌م نان نیست چی کار کنم نیست برای دادرتم شیر نیست محتاج به نانی قاق شدیم تنها به کجا میرسم خدایا تو کمکم بکن تو رزق کودکایم را دیدی دیگر دری نیست که بروم خدایا برادر پناهت نگاه دار از تو پناه میطلبم تو کمکم بکن سمد خدایا این کودک کجا رفته باشد ایستا بیسرم تو کجا بروی یگون کاری خطا کردی کنی بگو پدرش سمد کاری خطا نمی کند انا اکنون تو را قبیدم کنی اکنون گریز بخیر است پسرم رحیم چی خیر است استعارف این فرزند شما تریزه دکان مرا زده شکست سمد راست استی؟ ببخشید باری اول است که این کارو میکند من ضررش را در حال پرداخت میکنم پولی که با من میدادید اون را جمع کردم وقتی گذاشتنم اون را نزد دکان گذاشتم ببین باز گناهش را به گردن میگیرد پسرم چرا این کارو کردی؟ تو این را بازی میدونی؟ مجبور شدم پدر اما که فروشنده خاله شکرانه را باید میدید شکرانه خاله کیست؟ بیچاره خال لازم نیست باید منو اما که فروشنده دانه شکران بیوزان اویله فقیر سه کودک دارد یکیش خردسال است قرضشو نمیدهد به پول به وی خوراک دادن را قطع کردم نان شیر ندادم من کاری خوب شد سمت شیشه دکان رو نه یخی قلبم را شکست خوب شد که شکست مرا به خانه آن بیچاره برد من خودم را بار دیگر شناختم تو کی هستی؟ ندانستم که چگونه کودک هستی دائما همه خیلی بگو با ما خودمون را نشان ده وگرنه وای بر حالمون خدا حافظ روزتان بخیر باشد ببخشید شما پسرم چرا برای کمک کردن آن زن چنین کار کردی؟ با من میگفتی؟ چه احتیاجی که داشت میکردم؟ پدر جان شما با همه یاری رسانده میتونید یک نفر زیاد شود بد است مگر باز نفر دیگر با دیگر یک نفری دیگر بعد همه خورسند میشوم کنی بیا پسری با عقل و با وجدان من مرا گوش کن لیکن مراتب دیگر فکر شکستن تریزه نکن راهی بی‌ضرر فکر کن فهمیدی؟ دانسته شیشه را شکستم چی خیل؟ در آنجا اماکی نوری شیشه ساز است پسرش گفت
کاری اماکی نوری بد رفت ایستاده است. خواستم اون کسم پول کار کنم. شیر بچه ای من. از تصور کردم بهتر. کودک شیرین با عقل. خوب شد که به دنیا آمدی.